ایده یه مخدر دوست داشتنیه یا یه قصر پرزرق و برق؟ از کجا باید بفهمیم که فکرهای اقتصادیمون جیب‌هامونو پر میکنه یا فقط باعث سنگینی مغزمون میشه؟ اینجا ما با ظرف مدیریت و اقتصاد و چاشنی حقوق ایده ها رو میپزیم و سعیمون رو میکنیم که دیدی کلی و استاندارد از فرایند ایجاد، سرمایه گذاری و توسعه ایده ها و کسب و کارها ارائه کنیم. سلام، اینجا ایده پزیه با اپیزود 8 ایده پزی و یک اپیزود متفاوت در خدمتون هستیم. بریم ببینیم که امروز چه ایده ای رو میخوایم براتون بپزیم. سلام حمید خان. امین عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام، خیلی خوشحالم که دوباره دور هم جمع شدیم. امیدوارم که این ایده با وجود چالش‌های زیادی که داره جذاب باشه واسه همه مخاطبای عزیزم. سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که بتونیم حال همدیگر رو خوب کنیم، کلی گره ذهنی برطرف کنیم و منم چیزایی بگم که توی سبد و توشه راه کسب و کارتون بتونید قرار بدید و ازش استفاده. خب امین جان، چه خبر؟ چی داری برامون امروز؟ جنریتور ایده‌مون تویی و قراره که ایده رو تو مطرح کنی. حالا بگو، فکر می‌کنم که امروز دعوا میشه. بریم چیکار می‌کنیم. جنریتور که ببین یه دغدغه‌ای شاید بگم تا حدودی البته شأن شما عجل از این مدل ایده ها. نه، اینجا ما هدفمون بیشتر اینه که با هم چالش‌های مرور کنیم که سقف ذهنی و ایده‌هامون گنده‌تر شه. ولی من خواستم این قالب محافظه گرا رو بذارم کنار، یه مقدار برم کودکانه‌تر یه ایده رو بررسی کنم. خیلی ساده شرح بدم. هممون میشنویم که ما یه سری چیزا داریم بقیه ندارن. اون چیزایی هم که ما داریم بقیه ندارن خیلی اینجا ارزشمنده و براش حاضرن که هزینه کنن دول دیگه، کشورهای دیگه. بعد از بچگی میشنیدیم خاویار ایرانی، پسته ما، فرش ما، دیگه خرمای ایران و از همه‌شون شاید مهمتر طلای سرخ یا زعفرون ایرانی. بعد نگاه می‌کردیم این زعفرون خب ما می‌کاریم دیگه توی مزارعمون، بعد تو خارج خداتو ما میفروشن. ساده ترین بحث این بود که من بتونم زعفرون رو به کشورهای اروپایی که الان هابش هم برای جایی که اینها رو میده اسپانیا هست صادر کنم و از تفاوت قیمت و همچنین تفاوت بالانس یورو و ریال استفاده. این ایده در این حده، ولی نمیخوام بگم که من استیک آن آیدیا، یعنی به این ایده چسبیدم و اینا. نه، اومدم مطرحش کنم به خاطر اینکه وسوسم میکنه، فقط من رو تهییج میکنه، هایپم کرده الان و ببینم اصلا بچه‌ها بخوام این کارو بکنم اوکی هستش یا نیستش. پس یه خط زعفرون رو از ایران میگیریم، صادرش میکنیم اروپا، بالاخص حالا اسپانیا و کشورهای دیگه‌ای که تو این قضیه خیلی سرآمدن. از تفاوت قیمت یورویش استفاده میکنیم. زعفرون تو ایران فراوون، قیمت اینجا ارزون، اونجا گرون. اوکی تا این حد؟ آره نه، فعلا همینی. حالا تا اضافه کنیم بعدا. خیلی عالی شد. آقا عرق عصبانیت بر جبینت نشسته یا نمیشه گفت عصبانیت که خب اصلا معنی نداره توی تجارت و بیزنس. میخوایم ببینیم چقدر معقول میتونیم سعی کنیم فکر کنیم در مورد این ایده و ببینیم این ایده تا چه حد میتونه ایده کسب و کار باشه. پس هرچی دانش بیشتری نسبت بهش داشته باشیم قطعاً خب اینو نزدیکتر میتونیم بکنیم. اول اگه حوصلتون سر نمیره یه چیز کوتاهی در مورد بحث تجارت بگم. این فکر می‌کنم اولین ایده مطلقاً تجاری ماست که داریم بررسی میکنیم. یعنی ایده خدماتی ما بررسی کردیم تو پادکست، ایده صنعتی بررسی کردیم و این اولین ایده کاملا تجاری ماست. بازرگانی. آره، تجاری بازرگانیه. یه مطلبی رو بخوام بگم، حالا نمیخوام بگم مثل ناخودآگاه جمعی یونگ چون اون میره تو آرکتایپ و اینها، ولی یک مطلبی وقتی توی فرهنگ یک کشور برای بیش از 1000 سال، نزدیک به 3000 سال جا افتاده باشه، این دیگه نمیشه بهش گفت یه کار جانبی. و تجارت اساساً توی ایران یه کار چند هزار ساله است.
چه بازرگان‌های ما، چه توی ادبیات ما میزان تأثیری که بازرگان‌های ما داشتند و ما کلی متل و قصه و این که رفت هندوستان فلان کرد و رفت چین فلان کرد و این که اساساً توی فرهنگ ایرانی تاجر به معنی کسی که جنسی رو آربیتراژ میکنه، به این معنی که یک جایی که بیشتر هست پس قیمتش پایین تره میبره جایی که تقاضای بیشتری هست به علت کمیابتر بودنش، همیشه از وضعیت مالی خوبی برخوردار بوده. توی فرهنگ ما تجارت به نوعی با ثروتمند بودن تو ذهنیت ما و یکی از راه‌های خوب ثروتمند شدن گره خورده. آره من پرانتز بکنم. ببین من یه بررسی کردم دیدم که توی هر شهری میدیم یه سری خونه بزرگ هست، به اون خونه ها دار و تجاره میگفتن دیگه، یعنی محل تجارت بازرگانی. الان یه نمونهش کاشانه، خانه بروجردی ها میگن صادر کننده فلان محصول بوده، خانه آمری ها مثلا طرف هاب این کار بوده. و توسعه مرزهای ما و راههای ما بهتره بگم با همین کاروانسراها شروع شده دیگه از آثار قدیم. و نمیدونم تو جاده ابریشم هم بودیم یا نه. بله قطعا بودیم. یه نکته جالب، ما تو تجارت اومدیم فکر کنم جزو اولین کسایی هستیم که زنجیره تامین توسعه دادیم. یعنی اومدیم در جایگاه یه نفر که داره خدمت میده به کسایی که دارن توی بازاری فعالیت میکنن. خیلی جالبه. آره. این که گفتی کاروانسرا از دید زنجیره تامینی بخوایم بهش نگاه بکنیم، یه اومدیم زنجیره تامین رو توسعه دادیم. یه خیلی جذاب بگم 1311 قانون تجارت ما تصویب میشه. مثلا 90 سال 91 سال 1311 ماده 2 یک اعمال تجاری اینان بند اولش میگه خرید یا فروش هر نوع مال منقول، یعنی مالی که قابل جابجایی مثل این خودکار، به قصد اجاره یا فروش. و میگه کسی که اینو مستمر انجام بده ما بهش میگیم تاجر. باید دفتر، یعنی ذهنیت این بوده. اول نیومده بگه راه اندازی کارخانه و صرافی. اولین چیزی که 1311 از یک آدمی که تاجر محسوب میشه قانونگذار ما استفاده کرده، کسی بوده که مالی رو میگیره به قصد اینکه اجارش بده یا بفروشه. و حمید گفت ما تو خط جاده ابریشم هم که بودیم، اما من خودم آربیتراژ رو دوست دارم حمید یا تو بگید چون برای من مفهومی بوده که خیلی چیز. این رو الان من بگم. تو بازارهای مالی الان خیلی مصطلح تره. خب الان واسش اسمای جدید به هر حال همه چی رو یه جورایی، نه که حالا بخوایم آریایی خیلی مثلا از این حرفا اصلا من خوشم نمیاد، ولی قضیه اینه که خب ایران، چین و بعضن اروپا دنیای قدیم رو تا حد زیادی اوراسیا، در واقع اروپا، آسیا، اوراسیا تمدن‌ها رو برای مدت چندین هزار سال شکل میدادند و محل عبور تجاری بسیار مطمئنی ایران بوده و جاده ابریشم به این خاطر از ایران میگذشته و ما از 3000 سال پیش روی حتی محموله های تجاری که از ایران میگذشته مال تاجرای خودمون نبوده هم مالیات، همون چیزی که الان میگیم گمرک، 3000 سال پیش ما گمرک میگرفتیم، حساب کتاب داشتیم، الان نداریم. پیش از مسیرهای استراتژیک درآمد داشتیم. بله و الان دیگه نداریم. آره از تمام جاده‌ها داریم خط می‌خوریم. حالا اون بحث آربیتراژ فقط بحث این هست که افرادی حاضر بودن ریسک جانی در واقع به نوعی و مالی رو بپذیرن، برن جهان رو بگردند به نوعی، ببینن چه چیزی در کجاها ارزشمنده. یعنی ارزش هم در اینجا ارزش مالی منظوره دیگه، که ارزش هم بر اساس میزان تقاضا تعیین میشه، با علم جدید تعریفشه. اون موقع کاری به این کارا نداشتن، میگفتن آقا من رفتم فلانجا دیدم کاسه مسی خیلی گرونه، بعد اینجا خب معدن مس هم مثلا چه میدونم توی زنجان بوده و زنجانیا مس کار میکردن، یه نفری این ریسک خیلی بزرگ رو میکرده که برداره این کاسه مسی ها رو برداره مثلا ببره سمت آسیای میانه، اینها رو چون میدونسته اونجا خریدار زیادی دارن و اونجا معدن مس ندارن، اینها رو اونجا بفروشه و از اونجا چیزی رو برداره بیاره که توی ایران خواهان داره، به خاطر اینکه توی ایران کمبودش وجود داره و اونجا زیاده. در واقع تجارت میشه همین آربیتراژ کردن و تأمین
نیازها از جایی که موجود نیست به جای دیگر. به خاطر اینکه اونجا یه سری مزیت‌ها داره یا ما یه سری مزیت داریم اونا ندارن. چون ببین مثلا آب یه جایی داره، ماهی برای اون چیز در دسترس تریه، پس برای یه جا گرونتر میشه. نیرو انسانی تو چین ارزونه، تو ایران بالا، قیمت تمام شده کالا. پس آربیتراژ یعنی تفاوت قیمت دو کالا در دو جغرافیای مختلف، درسته؟ در یک زمان مشخص. آره. یه چیزی هم من باز ذهنمو مشغول کرد، ژئوپلیتیک و قرارگیری جغرافیایی. یه نفر که داره کسب و کار راه میندازه تحلیل میکنه، به نظرم نه اینکه بره کل کتب ژئوپلیتیک و تحلیل رو بخونه موثره با حرفایی که حمید زد. چرا؟ چون قدیم الایام نقطه توسعه و تمدن وقتی ما بودیم، از ما هم باید میگذاشتن که برن بغداد، برن دمشق، بیان پایین. ولی با جابجایی قدرت این اتفاق افتاده. دو کشوره باید ببینه کشورهای آبی اگه ماژلان را میفته قرن 15 هم میره جزایر ادویه و هدفش اینه که آسیا و اروپا رو از یک زاویه دیگه ای بره، به خاطر اینه که مجبور کشورگشایی دریایی کنه تا به کالای ناب برسه. اتفاقی که تو آمریکای جنوبی با اسپانیایی‌ها میفته اینه، طلا ارزشمند، اونجا میگفتن دیدیم طلا رو همینجوری به ما میدن، میخوایم چیکار؟ پس اونا اون آربیتراژ رو میخوان که خون ریزیه میشه و زبان با تجارت جابجا میشه. اما الان اگه ما میبینیم که تجارت تو ما خیلی همسود و خیلی کارانی است، به نظر جابجایی مرزهای عرفیه. یعنی عرفن دیگه مسیر تجارت تو چابهار نیست، تو اون بالا نیست و ما داریم ازمون همه چی دور زده میشه. حتی کشور ما خط لوله گاز رو ازش سود میبره، اینم یه نوع تجارت دیگه، غیر اینا همین نوعی خدمات تجاریه. خدمات تجاریه، یعنی داره کمک میکنه به جابجایی. پس ژئوپلیتیک توی بازرگانی تاثیر داره، کالای رقابتی تاثیر داره و غیر از اون کالای رقابتی رقم مبدا و مقصد و هزینه فایدهش. تا اینجا اوکییم. اما چی شد به نظر خودم من به این ایده رسیدم؟ یه چیزی بذار بگم، ما یه بار دیگه بگیم ایده صادرات زعفران بوده. آره. و ما رفتیم سمت این که چرا اصلا ایرانی جماعت اساساً از کلمه صادرات واردات خوشش میاد. اصلا حالا حمید الان چرا پس ما داریم به آدمایی که حالا صادر کننده رو یه ذره بها میدیم ولی کلا دنبال تولیدی، این آیا یه خطا یا یک چیزیه که واقعا راهبردی برای کشور که ما هر سال دنبال افزایش نرخ تولید میگیم؟ اینو من اونجاییه که به قول کمال عصبانی میشم. آره خب چون احمقیم. ببین هممون ندور از جون مخاطبین محترم و عزیز، منظور ببخشید حماقتی هست در این. ببین قضیه اینه اگرچه توی جی دی پی فرقی نمیکنه بین خدمات، بازرگانی و تولید صنعتی، تولید کشاورزی، فرقی نمیکنه. آقا یه نگاهی به تاریخ جدید سنگاپور بکنید، یه کشوری که روی سنگ‌های آتشفشانیه، نه معدن داره، نه کشاورزی میشه کرد، نه دامپروری میشه کرد، نه اینقدر زمین داره کارخونه داشته باشه. دبی هم همینطوره. حالا دبی یا یه عده واسه اینکه خلط مبحث کنن میان میگن از پول نفتش شروع کرد، در حالی که از پول نفتش شروع نکرد، به هیچ وجه شروع نکرد. خب ولی سنگاپور رو وقتی مثال میزنی دهنشون بسته میشه قشنگ. چطوره که الان سنگاپور جزو مثلا کشورهایی که شاید آرزو بکنی که بری اونجا از لحاظ درآمد و میزان رفاه، فقط به خاطر اینکه به دریا راه داشت، امنیت مالی ایجاد کرد، امنیت ارتباطات ایجاد کرد، زیر ساخت ایجاد کرد، فقط بشه واسه اینکه هاب تجاری بشه. تمام شد و رفت. یعنی فقط از هاب تجاری شدن سنگاپور به اینجا رسید، پولو در آورد، هزینه تکنولوژی کرد، تکنولوژیایی که نیاز به جا و صنعت هم نداشته باشه. شد این. دبی چی کار کرد؟ دبی هم دقیقاً همین کارو کرد و گفت آقا من نه گمرکی میگیرم نه چیزی، فقط بیاید اینجا. حالا من تو اسلوونی اون روز که من اشتباه نکنم تو پادکست سهیل علوی داشتم گوش میکردم، میگفتش که انقدر راحت کرده فرایند ایجاد کسب و کار استارتاپی رو که از دوره ریموت شدن کارا خیلی‌ها رفتن اونجا، بچهای فرمالو رفتن اونجا، خیلی‌ها دیگه دارن کار میکنن. یعنی مزیت اگه میخوایم ایجاد کنیم توی دارایی ناخالصمون، توی آوردمون، ما حتی روی یه برند کار کنیم نیاز نیستش که همونجا تولید کنیم.
یعنی یه خطای ذهنی خیلی‌ها دارن روی اپل، در حالی که اپل شاید 10% اسمبلینگ و کارهای تولیدیش توی امریکا کمتر از 10% صورت بگیره، ولی روی یک ماهیت و کیفیت و ذهنیت کار کرده. خیلی‌ها روی مالکیت فکریشون کار کردن. خیلی‌ها جایی مثل عمان این رایزنی بین‌المللیش به نظرم نقش اثرگذار داره. یا جایی مثل سوئیس، من بعید میدونم که همین حالا صنعت ساعت سازی هم که میگن اصلا شوخی باشه در مقابل صنعت مالی و بانکداریش. یعنی ساعت سازی سوئیس شاید مثلا 5% هم نخواد تاثیر داشته باشه، اون حدی که توی تسهیلگری بین‌المللی در یه جای میانجیگر و بانکداری داره ایفا می‌کنه. آره، فقط داره خدمات فایننس میده. پس میخوام بگم که به حدی متاسفانه بعد از اینکه یه سری عقاید نگیم سوسیالیستی، نمیدونم، واقعا نمیدونم چی اسمشو بشه گذاشت، خودکفایی ملی، همه چیز رو خودمون به خودمون کفایت کنیم، اینها اتفاق افتاد، ارزش تجارت از بین رفت. و وقتی که یه کاری ارزش نباشه و حاکمیت خودش رو ملزم ندونه به تسهیلگری در اون بخش، خود به خود اون بخش فروکش میکنه. بهتره بگیم حاکمیت نقطه شکست و هزینه فایده در تولید نداره. منظور از نقطه شکست اینه، ببین ما میتونیم چیزی رو تولید کنیم، ولی هزینه فایده و شکست خوردن تو اون به چه بهانه‌ای؟ مثلا به فرض میگم ما خودکفایی گندمی که میخوایم حتما داشته باشیم، آیا نتیجه هدر رفتش بابت واسطه‌گری، بابت اینکه بخوای فشار بیاری به اراضیت، موضوعات دیگه، برای ما صرفه هم داره یا اصلا مزیت ما هست؟ آیا توی کشور کم آب ما این که من بخوام بیام بگم من آب میکشم توی کویر بعد میام اونجا پسته میکنم، میگه خب پسته است دیگه سود میبرم، ولی بلند مدته یا یک تفکر کوتاه مدته، این غرور ملیه به نظر میرسه ناشی از یک محوربینی و کمبینی باشه. چون مائو این اتفاق رو رقم زد، حتما میدونید مائو توی یک روندی گفت ما باید از امریکا توی کمتر از 3 سال پیشی بگیریم توی تولید محصولات فولادی. گفت هر کس قاشق فولادی داره، هر کس داسی داره، هر چیز داره، بیاد آب کنه، ما میخوایم فولاد تولید کنیم. نتیجه این بحث این شد کشاورزی که از بین رفت، گفتن برای آفت هم میخوایم گنجشک‌ها رو از بین ببریم. گنجشک‌ها رو از بین بردن که هم کشاورزیمون بیاد بالا هم صنعتمون. 20 میلیون نفر بنا به تقریب‌هایی که بود جان از دست رفت، آدم مردن و چین به بهره‌وری تولیدی تو دوره مائو نرسید. اگه رسید تو دوره شی جی پینگ رسید، توی دوره‌های بعدتر رسید که اقتصادش رو آزادتر کرد. و پس میفهمیم که صادرات و حالا واردات، حتی صادرات یه ذره اوکی تری، چیز بدی نیست و میشه رفت. حالا کمال ببین داستان این بود، الان شما یه ایده مطرح کردی، شاید به نظر برسه که ما هم از بحث دور شدیم هم گم شدیم مثلا، ولی واقعیت اینجوری نیست. صحبتایی که شما کردید مقدمه یه سری از مباحثی که اصلا راجع به این ایده میخواد، اصلا چیزی که تو مطرح کردی شاید ایده نباشه از منظر اون چیزی که ما داریم تو ایده پزی مطرحش میکنیم. تو اپیزودهای اولم خیلی راجع به این صحبت کردیم که اصلا ایده چیه، گذر ذهنی ایده کسب و کار باید چه مشخص باشه. من قبل ایدم بنا به نظر دوستان میگن تو در حد جرقه اینجوری مثلا یه چیزی به ذهنت رسیده قشنگه ها. حالا نکته اینجاست، این چیزی که به ذهن تو رسیده یه ذره عمومیت داره بین ما ایرانی‌ها و حمید خانم تاریخچه و مقدمه ای رو که گفت یه جورایی فراگیره بین ما، حال میکنیم یه چیزی رو گیر بیاریم، داداش پول داشته باشیم اینو بگیریم بفرستیم صادرات کنیم مثلا به فلان کشور پولدار میشیم. حالا کمال اگه بهم 2 دقیقه وقت بدی فقط در مورد مزیتی که الان توی اقتصاد کلان ایران وجود دارد و به هیچ وجه استفاده نمیشود هم صحبت میکنم. هر وقت که یه نفس بگیریم بریم بیایم ببینیم که از زوایای معیارهای ایده پزی که ما میریم سراغ ایده ها و این اپیزود یه مقداری متفاوت شد، وضعیت این ایده به چه شکله. بریم میخواستی یه توضیح بدی؟ آره یه مفهومی رو میخواستم بگم خیلی سریع.
مفهوم جنگ تجاری. الان هم در مورد تجارت می‌خوایم بحث بکنیم دیگه. جنگ تجاری به این معنی نیست که دو تا کشور با همدیگه قطع رابطه تجاری بکنند. جنگ تجاری شامل جنگ تعرفه‌ایه، یعنی با همدیگه صادرات واردات دارن ولی روی صادرات واردات همدیگه میان هی تعرفه‌های مثلا بالاتر میبندن و اینها. ولی اصل جنگ تجاری پایین آوردن ارز ملی کشور به قصد صادرات بیشتر است. یعنی این جزو مواردیه که ارزش پول ملی منظوره. شاید اصلا بارها شنیدیم که ژاپنی‌ها دوست دارن تلاش میکنن که ارزش پولشون نسبت به ارز خارجی یا دلار. فرض کن الان مثلا شما برید تو خیابون بگی آقا شما راضی از این که مثلا ریال ارزشش کم شده یا دلار رفته بالا؟ بعد مثلا خب طبعا نه آقا باید تقویت کنن، این چه حکومت حاکمیتیه. بعد فکر کن که مثلا آمریکا و چین با هم دیگه جنگ تجاریشون میشه، آمریکا متهم میکنه چین رو به اینکه تو داری ارزش یوانت رو میاری پایین. حتی دعوا تر کرده روی این قضیه. بله. سازمان تجارت جهانی و ترامپ هم دیدی که چقدر سفت روی این قضیه اومد و کلی مصوبه و تعرفه. علت چیه؟ علت اینه که وقتی شما ارزش پول ملیت میاد پایین، مزیت صادراتی پیدا میکنی. هر چیزی رو صادر بکنی به نفعت میشه. هرچی ارزش پول ملیت بره بالا، وارد کننده بهتری میشی. هرچی ارزش پول ملیت بیاد پایین، صادر کننده خوبی میشی. صادرات به نفعت میشه. صادر کننده خوبی میشی نه، چون ما این اتفاق افتاده و نشدیم. ببین فضا شرایط برای اینکه ما تنها کشوری شاید نه ما و کره شمالی تنها کشورهایی در دنیا هستیم که مزیت این که ارزش پول ملیمون بیاد پایین به خاطر نوع روابط غیر تجاریمون با دنیا که روی تجارتمون تاثیرگذار هست، خواه نخواه نمیتونیم از این مزیت استفاده بکنیم و صادراتمون رو بیشتر بکنیم. یه تفاوتی هم داره دیگه، یعنی اینکه ما ارزش پولمون داره کم میشه با مثلا ژاپن یا چین، اونها توی فرایند روشن و شفاف و آگاهانه اقتصادی این کارو میکنن، ولی ما انگار شرایط دستمون در رفته. اون در رفتنه و آسیب‌هاش سر جاش، عدم پیش بینی پذیریه. ببین دارم از دید کلان نگاه میکنم به این قضیه که وقتی این اتفاق بیفته، اون کسی که میتونه یه چیزی صادر بکنه یا دلش بخواد صادر بکنه باید بشکن بزنه خوشحال باشه، ولی متاسفانه نیست. اون برام وقتی ارز من قوی باشه به صرفمه که وارد کنم، چون برام مفت در میاد کالا وارد کردنش. درسته؟ آره صنایع هم میخوابه اونجا. آره بعد صنایع تولیدی تو از صنایع دیگه ببری. الان ما هر چیزی که توی ایران تولید بشود، زراعی، دام، یعنی قاچاق معکوس الان توی ایران داره انجام میشه. تو مرزا مواظب اینن که دام مثلا سمت عراق ملت قاچاق نکنن دام زنده، به خاطر اینکه برمی‌داره. آره گوش شده کیلویی 1 میلیون تومان، ولی میرسه اون طرف مرز 5 میلیون تومان میارزه کیلویی. قاچاقچی دیگه از بیرون چیزی نمیاره، الان قاچاق از ایران به اون طرفه. چرا هم قاچاق؟ به خاطر اینکه امکانات و تسهیلات مالی که جزو نیازهای اولیه تجارت هست نداریم. نه بازل 3 رو داریم توی بانکامون، نه FATF رو داریم. FATF لیست سیاهیم، در نتیجه هیچ سازمان مالی حاضر نیست با همون درست حسابی کار بکنه و اینها میکنه ریسک های صادرات ما. یعنی روی این موضوعی که شما مطرح کردید میتونیم بشینیم کلی عارضه در بیاریم. آره که نمیخوایم دیگه اینو بخوایم برشکافیمش فکر کنم اصلا ولی خب ببین منظور اینه که شما عارضه شغل خودت هم ببینیم، همون موانع سیستمی رو اگه درست تحلیل کنی یه جور ضرر نکردن بزرگترین سوده برای افراد. و دومیش هم اینه که بعضی جاها مزیتایی رو میتونی ببینی که بقیه با یه سری خطای شناختی سمتش نمیدن. یه چیزی هم من از تو بخوام کمال جان، چون میدونم توسعه فردی خیلی سیستماتیک و منطقی تدریس میکنی، چالشای خیلی خفنو به در بخوری هم برگزار میکنی، تو این حوزه هم درس خونده‌شی. به عنوان جنریتور ایده، من خودم با این حرفای حمید، با یه سری بررسی‌هایی که کردیم، حرفایی که تو بک استیج اینجا یعنی بیرون صحنه زدیم، به این نتیجه رسیدم که آره من هم حتی از کودکی دوچار یه سری خطاهای
شناختی در تحلیل کسب و کار و موقعیت اقتصادی بودم. اگه اینا رو هم شما بگی به نظرم یه ذره ذهنمون روشن شه. آره اون خطاهای شناختی که حالا من روز داشتم با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، گفتم خطاهای شناختی که الان خیلی باب شده راجعش صحبت میکنن، ما که مهندسی مالی خوندیم یا فعالای بازار حمید خان میدونه اونجا خیلی مطرح میشه. انقدر اونجا تو بازار مالی و سرمایه گذاری راجبش صحبت شده و حالا کسب و کار، همه فکر میکنن که این بحث برای اونجاست، در صورتی که نه، ظهور و بروز خطاهای شناختی ما تو مباحثی که پول، جاهایی که پول هست، جاهایی که سرمایه گذاری هست، اونجاها انگار ما خودمون رو نشون میدیم. این خطاهای شناختی که جنبه روانشناختی داره، مصادیقش برای اینکه بتونیم تحلیلش بکنیم خودش تو بازاری مالی قشنگ نشون میده. کمال اینجوریه که خطاهای شناختی که یک سری ماهیت‌های کوالیتیو یا کیفی هستن، وقتی تو بازارهای مالی و تجاری وارد میشن عددی میشن، قابل فهم میشن، اندازه‌گیری میشن. آره چون عددی میشن همیشه تو بازارهای مالی مثالش زده میشه، وگرنه واقعا همه جا جاری و ساری. ولی اونجا واقعا میتونیم ببینیمش، تحلیلش بکنیم. خیلی نکته خوبی رو گفتی. حالا با مقدمه‌ای که حمید خان گفت و صحبتایی که شما کردی، اگه بخوایم با دید عارضه یابی نگاه بکنیم به این که اصلا ما نوعاً چرا سراغ این ایده ها میریم، بریم زعفرون صادر کنیم، بریم فلان چیز صادر، یه ساده انگاری هست، انگار ما اینو زیاد شنیدیم و چون انجامش ندادیم، در عمل واردش نشدیم، فکر میکنیم که این مدل کارها کارهای ساده ایه، در صورتی که ما بارها تو پادکست گفتیم که اصلا راه اندازی کسب و کار پیچیده ایه، کسب و کار خودش کار پیچیده ایه و اصلا نمیشه به ساده ترین مدل کسب و کار هم ساده نگاه کرد، چون حداقل دغدغه های کسب و کار ساده فراتر از چیزاییه که ما در بعد فردی زندگی خودمون تجربهش کردیم. حتی تو دلش نریم، به خصوص در جایگاه یه کارآفرین، یه کسی که کسب و کار میخواد راه بندازه، متوجهش نمیشیم که شما میخوای یه مغازه ساده هم بزنی با کلی گرفتاری و گیر و گور طرف. اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، ما میتونیم از منظر خطاهای شناختی هم رفتن سراغ این مدل ایده ها رو یه ذره آنالیزش بکنیم. مثلا رفتار گله‌ای داشتن، این حرفا هی چرخیده، تو هر جمعی میشینی، جمع فامیلی، جمع خانوادگی، صحبت میشه دیگه، آقا چجوری پول در بیاریم، فلان کنیم، آقا اینو بفرستیم اونجا، اینو بخریم اونجا بفروشیم، نمیدونم بریم ماشین بخریم، بریم صادرات کنیم، هر کیو میبین. آره بریم تو بورس، هر کیو مثلا میشینی فلانی تا فلان وقت مثلا پیاده تو خیابون قدم میزد، زعفرون برداشت برد، الان برو ببین 60 تا برج داره. بابا خب چی داری میگی؟ خب یه مورد داری بر اساس یه مثال همه زندگی من میخوای به فنا بدی. یا مثلا میگه فامیلمون زد تو کار نمیدونم میوه خشک صادر کرده الان پولدار شده. خب اگر اون شده بقیه چرا نمیشن؟ این در وهله اول یک نگاه ساده انگارانه ای از موضوع به ما میده، استقراء ناقصه. آره فکر می‌کنم تعمیمیه که خودمون دوست داره مغزمون راضی کنتمون بگه اوکی. آره طرف رفت 300% توی سال تو بورس سود کرد، آقا بریم بورس خوبه. میری میبینی که دانش میخواد، تخصص میخواد، تمرکز میخواد، با روزی یه ساعت کار در نمیاد، اصلا تو این کار نبودی. تو اصلا نمیدونستی ریسک و بازده چی، اومدی خودت بیچاره داری میکنی. پس اولیش فکر میکنم این باشه که ما نسبت به یک سری از ایده ها به خاطر اینکه دوست داریم دستاورد سریع داشته باشیم، ما همیشه مغزمون، اینم خودش خطای شناختی برامون ایجاد میکنه یا خودش هست، مغزمون دوست داره فرایندها رو دور بزنه، نتیجه رو ببینه. ما از صادرات زعفرون اون تهش که داریم پول دلار لعنتی رو میشماریم و میبینیم. آره چی میگم؟ به اینکه از کجا شروع کنیم، تعاملات این بازار چه شکلیه، چند بعد بخریم، چه جوری بعد صادر کنیم، مشکلات صادراتی چیه. من این نکته رو بگم، تو بررسی‌ای که با حمید خان می‌کردیم و خودت زحمت کشیدی، لینک‌هایی که فرستادی، مارکت زعفرون تو دنیا 8 میلیارد دلاره و حجم خرید و فروش زعفرون چیزی در حدود 330,000 تن اگر اشتباه نکنم. حالا دقیق الان نمیدونم. 330 تن. حالا این عددش رو اصلاح میکنیم. فارغ از این که عدد چقدره، 80% زعفرون دنیا رو داره ایران تولید میکنه. آره. بحث اینه که ما توی ایران 80% تولید زعفران جهان رو انجام میدیم. نه اینو گفتم که یه چیزی بگم. ولی کلن از اون
کیک 8 میلیاردی 350 میلیون دلارش مال ما شده. اینو بگم واقعیت داستان با یه سرچ ما با واقعیت داستان میتونیم مواجه بشیم. از یه مارکت 8 میلیارد دلاری ما 400 میلیونشو داریم. 400 نشده هیچ وقت تا الان نشده. نزدیک 400 میلیونشو داریم. اگه یه نفر سرچ اینجوری بکنه با واقعیت داستان مواجه بشه حتما یه گیری بوده که این نشده دیگه. با یه سرچ ساده حداقل میتونه بعد سوال ایجاد بشه. الان مثلا که جالب تو آخرین آمارا ما از 80 هم گذاشتیم تو تولید زعفران دنیا و میزانی هم که از لحاظ عددی من تقریبا دارم میبینم همون یه سیولوش 400 تن هست. آره یعنی ما از 80 خورده‌ای هم تو تولید گذاشتیم ولی عملا بخوای ببینیم 10% رو داریم ما میبریم، بقیه رو داره دلال هم نمیبره. یه سری آدمایی میبرن که مغز بهتر دارم و یه سری هم مشکلای سیستماتیک که حمید گفت. من چند تا دیگه شو بگم سریع. مثلا یه خطای شناختی دیگه در دسترس بودنه. انقدر ما اینا رو میشنویم تو جمعای دوستانه خانوادگی و راجع به بحث صادرات. آیا طرف پیج زده مثلا بیاید ایرانیا بیافتید تو صادرات با پول پراید میتونید صادر کننده بشید. فراینده رو برای ما حذف میکنن. اون طرح رو میبینن که تو پراید تو بذار کنار حاجی برو یه میلیاردر شو بیاد یه شاسی بنداز زیر پا. دیوونه فیلم سینمایی سوار میشی. مغز ما دوست داره که فرایند رو دور بزنه. مثلا اگر شما میخوای یه عادت تو زندگیت ایجاد کنی روزی مثلا 2 ساعت مطالعه بیاری به عنوان یه عادت موثر تو زندگیت بذاری. من همیشه تو کلاس‌های رشد توسعه فردی میگم انجام دادن یک کار 2 بعد داره. اول عادت به انجام اون کار داره بعد انجام اون. یعنی تو بعد اول عادت به مطالعه رو ایجاد کنی بعد بری مطالعه کنی. پس اون بعد زمانی که داری عادت میکنی اصلا مهم نیست چی داری مطالعه میکنی. کلی هم تکنیک داریم که اثر مرکب و نمیدونم ریز عادت‌ها و اینا برای چیه که بیاد سختی این فرایند رو برای مغز بیاره پایین که مغز متوجه نشه تو داری وارد یک فرایندی میشی. چون مغز بیسیکالی دوست داره به خاطر حفظ بقای ما فرایندها رو حذف کنه. اون خوشیه رو بهمون نشون بده در ما انگیزه ایجاد بکنه. تو اصلا انقدر ناامنی دیده تو زندگیش مغز اصلا باشگاه میخوای بری میگی برم وزنه بزنم. باید بری تو غار تا کالری حفظ کنی چون تو اون کالری رو اگه از دست بدی باید بری شکار شاید خودت شکار شی. دقیقاً تو این فرایند فرگشتی هم هنوز این توسعه رو یعنی آقا ما بار تنبلی نمی‌کنیم و میگیم آقا یه ذره سخته ولی بعدش پاداشهای شیرینی میشه با یه ارزیابی درست. دیگه چی در دسترس بودن داشتم میگفتم انقدر این منور شنیدیمش فکر کن خب همه وقتی دارن ازش صحبت میکنن انگار چیز ساده ایه دیگه ولی 2 تا 4 تا میکنی حجم مبادلات رو میبینی اصلا این سقف داره. چند نفر اصلا میتونه تو این مارکت کار کنن؟ چقدر همه آدما میتونن من زعفران صادر کنن نمیتونن. یا ما اینکه دنبال نقطه شروع بریم هیچ موقع نمیپرسیم از خودمون که خب نقطه شروع کجا باشه. همیشه اون کانسپت کلیه رو مد نظر قرار بدیم و میخوایم بریم تو دلش. و کلی خطای دیگه است لنگر رو نمیدونم اینا که خیلی راجبش صحبت شده. رو گفتی خیلی بچه‌ای که میخوان مثلا بیان کانون وکلا شرکت کنن وکیل شن یا بیان تو عرصه حقوق جای اینکه برگردن مثلا بگن که آقا ما باید چه جوری بریم و این فرآیند چی میگن وکالت بازارش رو شاید داره. ببین بازاره بعد از اصلا بازار داشته باشه. آیا تو میتونی بیای این سطح شخصیت تو کاراکتر تو افراد رو دسته‌بندی کنی خودت رو این روتین ها بیاری چند وجهی فکر کنی و تو این کار تو این حرفه بمونی؟ اینجام تو نقطه شروع یکی اونه. 2 اینه اصلا من یا علی گفتم پیش رو بمالم راهو برعکس میریم. یعنی من خودم الان دارم اینجا تحلیل میکنم از وقتی به شما گفتم آقا همچین ایده‌ای من تو ذهنمه این بود که میگفتم آقا این همه زمین در دسترس چون تو لامصب زعفرون هم چیزی میبینی. خاویار رو ما خیلی همون از نزدیک تا حالا خیلی هم دیدیم شاید تو غرفای فرودگاه ولی زیر دندونمون نرفته. فکر میکنم نمیرم بنجل درجه 8ش میره ولی زعفرون دیگه آقا اینجا ریخته برو تو بازار بخر. اصلا حتی الان هم میدونی یا نه این نونواییای خراسانی هم نصفشون کنار نون سنگک‌ها زعفرون میفروشن. آره دیگه طرف مثلا بچه اونجا موقع کشتش که میشه میری سنگک بخره زعفرون. اصلا ما سرایداری داشتیم خدا عمرش بده هر دفعه این می آورد میگفتش که فلانی من تو رو خیلی دوست دارم اینو از باغمون آوردم. زعفرونش هم زرد بود اتفاقا خیلیاش میگفت این خودمون میچینیم برای خودمون. میخوام یعنی اینو بگم که من میرم میخرم. یعنی من برای صادرات زعفرون اول احتمالاً برم خودم. میدونی؟ تو داری از این منظر بهش نگاه میکنی. آره یعنی نمیدونم از کجا استارت بزنم. من میرم زعفرون میخرم حتی. در حالی که فکر کنم نباید خرید دیگه. شما میخوای کارخونه بزنی میخوای یه کاری رو بکنی اول محصول مهم نیست فراینده مهمه. اول باید کانسپت رو بچینی این چیکار بکنی تعاملات بازار رو بشناسی
نقطه استراتژیک رو پیدا بکنی. واقعا صادرات کردن زعفرون نیست که اول بری زعفرون بخری، ولی اولین چیزی که به ذهنم میرسه حالا برم مثلا 2-3 کیلو زعفرون از کجا برم بگیرم؟ همون 2-3 کیلو داداش به کی میخوای بفروشی؟ اینو پیدا کن. بدبختی سر اینه. آدمش هم پیدا کنی باز خیلی اصلا شما اگر بازار داشته باشی بدونی به کی میخوای بفروشی. من همیشه به آدمایی که میخوان کسب و کار را بندازن اینو میگم اولا میتونی بفروشی؟ اگه میتونی بفروشی خب هر جوری باشه راش میندازی. دو اینکه تو اگر فروشنده خوبی باشی انبار و مغازه های همه برای توه. تو زعفرون همینه. تو اگر تو دبی اگه یه نفر داشته باشی که از زعفرون بخره داداش همه اینجا فروشندن، اصلا نیازی نیست همه مثلا تو ایران تو این وضعیت مالی فروش بلد نیستن. اصلا این یک گیر کلانه برای همه کسب و کارا، همه گیر فروشن. آخه یه گیر دیگه هم داریم، خیلی بچه زرنگای خوش بفروشی داریم، اونا از یه خطای دیگه رنج میبرن، از سخت کردن فراینده و اون وهمه. میگه صادرات حاجی خیلی کار سختیه. قبول دارم صادرات کار سختی، اما به نسبت اینکه تو یه بچه پایین زرنگ بدوی بودی که داری عالی جنس تو بازار ما میفروشی، فرآیند صادراته یه 2-4 تایی که حالا اگه من یه تقاضایی دارم به من یه فرصت بدی، من میخوام یه ساده سازی کل چرخه صادرات. حالا البته فرق داره دوستان، من خیلی ببخشید اینجوری میگم، دارم منم اون خطا رو اتفاقا سوگیری دارم خودم. رادیواکتیو با زعفرون با گوشت با ماشین یه جور نیست صادراتش، ولی من فرض میگیرم محصولات همسانن. اگه البته باز شما فکر کنید وقت اجازه میده یه استاندارد عمومی برای صادرات. آره یعنی یه فاصله ای بگیریم، من اینم بگم تا بعد بریم رو تحلیلی ده. مخصوصا اینکه آلردی همین الان 80% زعفرون ایران داره صادر میشه. اینا نکته مهمی. ما رفتیم مثلا یه جایی دیگه، فضای این اپیزود آره غیر زعفرون برای کالای دیگه هم بعضیش قابل تامین باشه. فکر نمی‌کنم راجع به این ایده، چون هنوز به نظرم من می‌خواستم اینو بگم، اون چیزی که مطرح کردی ایده کسب و کاری که ما اپیزودهای قبل صحبت کردیم نیست. خاطر همین شاید نتونیم بریم الان راجع به معیارا فوقش رو 2 قسمت می‌کنیم، قسمت بعد میریم رو اگه بتونیم ببریمش به سمت اینکه ایده پخته بشه. تازه حالا اگه نرسیدیم دوستان از الان ما بهتون میگیم که این اپیزود رو ما توی 2 قسمت ارائه میدیم. اگه نرسیم به اون بحث خب بریم نفسی بگیریم بریم چه چجوری باید این ایده رو جمع کنیم؟ ایده‌ای که ایده نیست، بر بساطی که بساطی نیست. یه ذره بیاید دعوا کنیم راجبش. آره آقا چرا از چارچوب ایده پذی خارج میشه؟ ولی اون چیزا رو من بگم. آره یه توضیح برام بده. کلا اصلا خیلی خوبه به نظر من بدونیم که پروسه عمومی صادرات فارغ از اینکه محصول چیه یه آشنایی بهش پیدا بکنیم، بعد بیایم روش راجع به زعفرون صحبت بکنیم، چالش‌ها رو آرزوهاشو در بیاریم، بگیم چرا نشده. من دنبال اون چرایی‌ام. وقتی همه این ایده به ذهنشون میرسه که آقا بیایید بریم زعفرون صادر کنیم پولدار شیم، این فراینده براشون ناشناخته است. ضمن اینکه ما یه سری چالش‌ها و موانع داریم بالفعل تو ایران، همیشه خدا رو شکر یه سری مواهبی بهره مندیم که دنیا ازش محرومه و اون کارو سخت‌تر میکنه. چرا وقتی یک مارکت 8 میلیارد دلاری داریم 80% محصول این مارکت رو هم ما داریم تولید میکنیم، بهره‌مون بعد 400 میلیون باشه؟ این سوال حداقل تو این اپیزود جواب بدیم. ببخشید من فقط اینو بگم، خب امین وکیل پایه که دادگستریه، ولی هم کلاس ها و هم دوره ها و هم مطالعات مربوط به واردات و صادرات با قوانین ایران و بین الملل رو داشته، واسه همین صلاحیت این که بیاد این توضیح رو بده رو امین داره. امین جان بگو، آره مرجعت هم بگو. ببینید خب غیر از بحثی که حالا نسبت موکل هستن بذار تبلیغم شد بشه، هیچ ایرادی نداره، چون جای خوبه. یه مؤسسه‌ای که از قدیم الایام داره با وزارت بازرگانی کار میکنه و افراد خیلی خوبی که توی دوره‌های سخت تاریخی هم کمک کردن به این مملکت توی تحریم و جاهای دیگه، مرکز آموزش بازرگانیه که خب یه رفرنس. منم به لطف اینکه حقوق بین‌الملل یکی از گرایش‌هایی که خوندم و می‌خواستم با تجارت بین‌المللی هم
با ابعاد مختلف آشنایی داشته باشم، گفتم باید خودم بازرگانی رو بدونم. خب دوره جامعه رو گذروندم و دوستای بیزینسمن و تاجر دارم و یه طرف دیگه هم خب چون مالکیت فکری خوندم، حفظ برندها و حمایت از اونها تو این حوزه هم یکی از بحثایی بوده که سعی کردم یه ذره روش مطالعه داشته. دعاوی بین‌المللی هم داره دیگه کار. تقریبا الان با بعضی از تجار تو عرصه‌های مختلف مشاوره میدیم. یعنی این بحث حالا فارغ شیم، من بیاید 3 تا زل خیلی راحت درست کنم. یک زل رابطه دو طرفیه که کالایی داره و اون طرفی که وجهی داره. 2 بحث حمله. 3 بحث ارتباط مالیه. پس 3 تا چیز داریم. یه کالایی قرار از نقطه آ بره به نقطه ب. تو این کره‌ای که یه کره زمینه که ما میتونیم همه جاشو نگاه کنیم و هممون خیلی هم اشتباه این کره رو خیلی وقتا میکشن نقششو. میبینیم یه نقطه ما میخوایم یا کالا بدیم یا کالا بگیریم. اولین نکته ایجاب و قبوله. یعنی من بگم این رو با چه قیمتی تا کی میدم. به خاطر همین من به ژاپنی میگم شرکت سونی من از تو 1000 دستگاه تلویزیون LED میخوام. شرکت سونی میگه ببین اگه من برات تولید کنم تا فلان تاریخ برای تویی که این مشتری هستی این قیمت تمام شده است اگه 1000 تا بخوای. چرا تاریخ میده؟ چون این پروفورما تا هزینه فایده تولید یا ارسال تا اون موقع است. پس من وارد یه مذاکره میشم. اینو هر کدوم شما به عنوان شخص حقیقی یا یک شرکت به عنوان شخص حقوقی میتونه با اون شرکت داشته باشه. این قیمت رو میگیرم از تاجرم یا این قیمت رو بهش میدم اگه نیاز باشه تا بین ما یه اگریمنت و قول شفافی باشه. به قول غربی‌ها جنتلمن اگریمنت باشه. حالا که این رو من گرفتم به عنوان یه بازرگان، مثلا میخوام چیزی رو صادر کنم یا وارد کنم، باید در داخل هم این رو اثبات کنم که آقا واقعا اون آدم اونجا وجود داره، واقعا این محور هست. حالا من کالا دارم یا کالا میخوام بیارم. گام دوم ما بحث انتقال عرضه، یعنی من با پول بگیرم دیگه یا پول بدم. بس بعدی حمل و نقل. انقدر تجارت قوام پیدا کرده که در کشورهای دنیا اومدن توی اینترنشنال چمبر آف کامرس یا اتاق بازرگانی بین‌المللی یه سری قواعد متحد و شکل نوشتن برای حمل که بهش میگیم اینکوترمز. این ترما آپدیت میشه هر چند سال که در مورد حمل زمینی، دریایی و هوایی. من با طرفم اینم طی کنم. یه سری میگن به من هیچ ربطی نداره، دم کارخونم بیا تحویل بگیر. یه سری میگن من تا دم عرشه مثلا میدم. یه سری میگن نه من اون ترم آی رو اینشورنس و بیمه رو اضافه میکنم. بعضیا میگن میارم به تو دور تو دور میدم. پس زمینی که شامل ریلیه، هوایی و دریایی. اصطلاحات اختصاریش هم میگیم. ببین مثلا ما افامون همشون میره تو حوزه دریایی. Free on board، CFR، Cost and Freight، CIF، Cost Insurance Freight، FOB. آره اینو زیاد توی ایران استفاده میشه. آره فوب خلیج فارس، یعنی توی خلیج فارس تحویل میده. روی عرشه Free on board، روی عرشه این قیمت، بقیه‌شو من کاری ندارم. خب ما این طرف با ما این رو هم میسنجه که چجوری قراره تحویل داده بشه که بدونه مسئولیتش با شرکت حمله کجاست. اما مهمترین بحثی که اینجا بحثو بین ما راه میندازه و خزانه داری آمریکا هم باهوشه و خیلی کشورها فهمیدن اینه که تا پول نباشه، اون انگیزه مشترکه، اون کارنسیه، بین ما بیزینس اتفاق نمیافته. برای انتقال ما چند تا روش داریم. یکی از روش‌ها این بوده قدیم الایام که میریختن توی بخچه‌شون، پولام اعتبار داشته، میبردن میدادن. نقد بردن سخته. بانک‌های شخصی تو جای مختلف دنیا راه افتاد. یعنی چی؟ با یه تاجر آلمانی بودم میگفتم این پولو به من نده، اینو نگهدار، دفعه بعد به فلان رفیقم بده بیزینس کنه. یعنی اعتبارامونو میدادیم که اسمش برات بود. الانم هست بین‌المللی‌ها بهش میگن بیل آف اکسچنج. ولی روش اصلی توی بیزینس مراوده بین دو تا بانکه. سیف، امن، درست. تو ایران برمیگردم میگم که آقای آلمان میگه بله. میگم آقای تاجر آلمانی من ازت میخوام شیرالات بگیرم. میگه چقدر میخوای؟ میگم 30 تا کارتون این شیرالات. میگه اوکی قیمت اینه. میگم قیمت رو گرفتم، بانک تو معرفی کن. میگه بانک من فلان بانک تو هامبورگ. میگم منم بانک صادراتمه که با هامبورگ ارتباط داره. میرم پلو بانک صادرات ایران، میگم داداش عزیز $500,000 من خط اعتباری میخوام بدی آلمان. میگه یه وثیقه‌ای بذار، من ملکمو میذارم، خونه میذارم، فلان میذارم. میگه اسنادو بده ببینم الکی نمیخواد. میگم اینم اسناد، اون آقای فلانی. میگه مخلصتم، من ازت وثیقه رو گرفتم، 15% 20%ش هم نقد گرفتم.
به اون بانک آلمانی تو این کدای ارتباطی مثل تلگراف بهش میگیم سویفت، یک سیستم ارتباطی بین‌المللیه که کد بندی شد بین بانکی. کد اولو میزنه، من نمیخوام کدا رو اصلا بگیم جای اینجا نیست، کد اولو میزنه، این کد آقای فلان میگه کد تایید شد، میگه این اسناد رو من اپروو میکنم، تایید میکنم این اسناد فلانه. بانک آلمانی میگه دمت گرم، من هم زمانی که بارنامه اومد میگم بارنامه اینوره، این کدینه، دکمه رو میزنه، پول از صادرات ایران میره صادرات هامبورگ، هامبورگی هم بارنامه رو تحویل میده سیستمی به بانک، پول رفت. آقای بانک داخلی به من میگه که این داره میاد شهید رجایی بندرعباس، بیا با من تسویه بکن بارنامه رو از من بگیر. من ریال بهش میدم، بعد میرم بارنامه‌مو بندرعباس تحویل میدم، گمرکیمو پرداخت بکنم، پول میاد. توی این فرایند ما باید پس مطمئن شیم یک، از شخصیت طرف مقابلمون که بدعهدی نکنه و قرارداد درست داشته باشه و خارج از پرفورماش عمل نکنیم، نیم جنس اشتباه بدیم، درست بازرسی کنیم، پس کالایی که میخوادو بدیم که عودت نخوره، چون ایرانی‌ها خیلی با هندی‌ها حتی مراوده میکنن، استانداردشون بالاست، اروپایی‌ها تو مواد غذایی که خیلی، حتی تو سنگ، من الان اخیراً دیدم یه ایرانی سنگ فرستاده یه کشور، سنگ رگه داشته خورد بوده، اون بر دیوونه شدن. پس اولین نکته شناخت کاراکتر طرف مقابل، دو شرکت حمل مطمئنی باشه و بهترین ترم حمل رو انتخاب کنم، سه روش بانک. حالا ما بانک رو نداریم، چی کار میکنیم؟ چند تا کار، یا به صورت کش پولی داریم جای دیگه، نمیخوام روش دور زدن تحریم یا غیره بگم، پول داریم توی صرافی جای دیگه، یا اینجا ریالی هست اونور برای ما ارز تامین میکنه، یا ارزایی بوده که قبلا داشته ایم و تخصیص دادیم خارج از کشور و این کارو میکنیم، یا صادرات میکنیم، پوله میمونه دست تاجرای اون خارج از کشور، با اون صادرات ها واردات میکنیم. تو صادرات کار یکم ساده تر، من میام کالامو تو ایران ارزیابی میکنم، باید داشته باشم به اسم کارت بازرگانی. کارت بازرگانی کیفیت رو میده که تو به عنوان بازرگان تو دایره مرزهای جمهوری اسلامی ایران شناسایی میشی، مالیاتش رو باید بدی و دو سه تا کلاس بری که بفهم واقعا بلدی. رو این کارت بازرگانی اجناس میرم، مثل گواهینامه است که تخلفات ثبت میشه، من میرم کارت بازرگانیمو میگیرم. بعد کارت بازرگانی جنسمو ثبت سفارش میکنم، چه برای خروج چه برای ورود، که معلوم باشه بالانس تجاری ایران چی داره ازش میره چی میاد، یه تراز بتونم بگیرم. میگم میخواهم زعفرون بدم به فلان جا، کجا بدونم واقعا میخوای بدی؟ اون آقا هست، این درخواست کتبیش ثبت که کردم، اون طرف میگه چه جوری به من میتونی برسونی؟ میگم خب من حمل میکنم مرز فلان جا، از اونجا ترکیبی به این زمینی میاد یا هوایی، پس ترمم رو هم تو قراردادش مینویسم. بعد میگه خب پولتو چجوری میگیری؟ تو صادرات کار یه ذره راحت تره. چرا؟ توی چمدونم من بریزم بیارم تو ایران میگه هر چقدر پول آوردی خوش آوردی، ولی هر چقدر بخوای ببری چقدر میتونی ببری؟ تا یه هولوش کمتر از 5500 یورو میتونی از ایران خارج کنی. به خاطر اینکه تعادل ارزی ما متاسفانه به دلیل شرایط اقتصاد کلان که حمید میگه توی جای اینجوری نیست به هم میخوره و حتی اگه داشته باشیم تشریفاتش رو طی نکنیم پول زیاد تو جیبمون بگیرن، امکان داره به قاچاق ارز مواجه شیم. دفعه سوم من میگم قاچاقچی حرفه‌ای، آقا من $10,000 ارز دارم، بگو از کجا آوردی چی شد؟ خب این فراینده است. حالا روی این کره زمین نقطه به نقطهش تفاوت در ارتباطات و تفاوت در نوع حمله است. خود کالام نقش آفرینی میکنه. پس در نظر بگیرید کارت بازرگانی باید داشته باشم، باید اون مراوده و بازار هدف رو صداقت و صراحت و کاراکترش رو بشناسم و درست قرارداد ببندم، باید شرکت حمل مطمئنی که کالا رو عوض نکنه خدایی نکرده، نخواد بیاد بین راه به مشکل بخوره یا هزینه ها برام سربار نباشه، و روش ورود پول یا خروج پول به اون شخص مقصد رو داشته باشه. این ساده ترین گرافی بود که ما باید بدونیم کالا بیاد چی میشه. و من تا دم مرزه گفتم، یعنی اینکه تو گمرک دادن گمرکی، ترخیص کردنش و موارد دیگه و کمیسیونش چه موضوع و مشکلایی داره، از حوصله این بحث اصلا خود بحث تعرفه های گمرکی و کدای گمرکی رو شناختن و تحت چه کدی وارد کردن، اینا خودش اصلا دقیقاً چون شما اشتباه میزنی براش ارز تخصیص داده نمیشه، یه جون دیگه میزنی عدد تعرفه وارداتت خیلی بالا میشه. بعضی اصلا اجازه نمیدن به خاطر بحران‌های خاص
دلیل اینی هم که دوستان ما به سازمان تجارت جهانی نمیپیوندیم 2 تا دلیله. یکی اینه که کنوانسیون‌های مالکیت فکری و تریدمارک و علامت کشورها رو ما به رسمیت نمیشناسیم اونجوری مثل کنوانسیون برنو. دومیش هم اینه که اقتصاد ما همیشه ترسیده و به عنوان یه عضو ناظر نشسته نگاه کرده جلساتو، بخاطر اینکه میدونسته اگه طرف‌ها رو بخواد باز کنه نه تومانی و نه من تو صنعت، اتکای داخلی، تولید داخلی و وزنه دولت و حاکمیت که بتونه خودش باشه از دست میاد، چون مردم دیگه هیچ نیازی ندارن. باید همه چی بین کشورها با یه سنس متقابل تقسیم میشه و ما توی World Trade Organization یا WTO سازمان تجارت جهانی عضو نیستیم. یه فرایند گفتی و کردی کبابمون دیگه. الان از تو دلش کلی آرزو در میاد. ما بخوایم مثلا راجع به صادرات زعفران صحبت بکنیم الان، از دل تک تک این المان هایی که شما تو فرآیند صادرات تعریف کردی میتونیم آرزه در بیاریم. اولیش اینه که من میگم وقتی ایرانو بیمه نمیکنن، مثلا کشتی بار تو رو به عنوان یه شرکت ایرانی کسی بیمه نمیکنه، شما متحمل ریسکی چندین برابر هر صادر کننده وارد کننده دیگری در دنیا رو همین شاید به تنهایی کافی باشه که ما از مبادی رسمی صادرات انجام ندیم. درسته؟ خود این بازم چیزی هست این 400 میلیون دلاره که خیلی خب مسخره از اون عدده و بیش از 85% نزدیک 90% که میره اسپانیا و اسپانیا الان یه چیزیه دیگه، خودش میدونی که الان 10 ساله که به زمره تولید کنندگان هم پیوسته، انقدر گرفته خودش ضعف رو دیده با اینکه نخواهش خیلی عجیبه برام، خیلی عجیبه برام. 3 تا کشور برندن، 2 تا بیشتر، یکی اسپانیاست یکی امارات هم خیلی معروف شده بذار دیگه آره که برند صادر کننده ها امارات دقیقاً میدونن که الان ببین نکته سر یه چیزه، میگم خب به هر حال 400 میلیون دلار دارن صادر میکنن بچه‌ها دیگه، حالا 400 میلیون دلار هم اینه که رسمی حالا عدده. من میگم این 400 تا رو به هر حال پول میارن این کارو میکنن. من با حساسیتتو بگم کمتر از 400 میلیون. آره چه جوری این کمتر از 400 تا رو به هر حال پولشو میارن دارن این کارو میکنن دیگه، یعنی به هر حال یعنی داره کار میشه با همه این اقصای سیستم. آره وقتی نگاه کن یه مارکت انقدر بزرگه، ما از نظر تولید انقدر قویم تو دنیا، یعنی یه موهبتی افتاده مثل خیلی از موهبت‌های دیگه تو ایران. آقا زعفرونی که ایران داره اصلا هیچ جای دنیا نمیتونن کش کنن به خاطر شرایط جغرافیایی و آب و هوای ایران. بهترین زعفرون دنیا رو ایران میده، اصلا جای دیگه نمیتونن کش کنن. اینو داری بعد میبینی که اتفاق نیفتاد. وقتی من میگم آقا تو بیش از 80% زعفرون دنیا رو تو داری تولید میکنی ولی عایدیت عدد مسخره هولوش کمتر از 5%، پس حتما یه گیر و گورایی هست. ما وقتی داریم از سختی یه چیز صحبت میکنیم نسبی داریم صحبت میکنیم دیگه. یعنی میگم آقا این کارو ما همیشه میخوایم مطلق صحبت کنیم دیگه. من الان به شما یه فید خوب میدم، مثلا یه 4 تا گزاره مثبت از یک کاری برات تعریف میکنم، شما میگی که چقدر خوبه بریم انجامش بدیم. این برات مثبت شد چون من برات مثبت گفتم. خیلی وقتا میگیم خیلی کارا برای من ساده است، برات داداش این کارو بکن بعد برو اونجا ردیف میشه دیگه. تو میری میگی بابا این که اینجوری نه، حالا بیا اینو همینجوری داداش برو اونجا ببینیم چه جوریه. من 10 بار انجامش دادم بابا چیکار میکنی تو؟ نسبیه واقعا. یه سریا با توجه به زیر ساختاش ما تو کسب و کار، من تو اپیزودهای قبلی هم مثال زدم، میگم یه ایده با شرایط مساوی رو به این نفر میگم انجام بده، به این نفر میگم انجام نده. چرا؟ چون اون آدم این کار نیست. زیر ساختاش، شبکه‌اش، سرمایه‌اش، سوابقش، توانمندی‌هاش، هوش اون آدم، تحمل ریسکش. ممکنه مثلا انقدر پول داره که مثلا ریسک یه بار زعفرونش مثلا مشکل پیدا بکنه روی دریا و بیمه نباشه رو بتونه به جون بخره. نه سوای اون داستان طرف اینا فاکتوره. طرف حالا عمدتاً فکر می‌کنم کسایی که کار صادرات زعفرون می‌کنن سال‌هاست تو این کارن. این بیزنس خانوادگی، فامیلی بیزنس عمدتاً. خیلی‌هاشون هم اصلا خودشون زمین داشتن. آره خوش تو بطن داستان بودن یا تولید کنندش بودن، یعنی زمین داشتن زراعت می‌کردن، یا سال‌هاست واسطن دلالن تو اون بیزنسه. خب این رسیده بهشون بلدن، میدونن اکی بگیرن به کی بفروشن، یا تجارت کردن و اینم جزئی از تجارتشون بوده، یعنی تجارت کردن و بلد بودن، دیدن فضاش ایجاد شده، زعفرون هم اضافه کردن. طرف 100 تا چیز میفرستاده صادر میکرده، شبکه ارتباطی بین‌المللیش توسعه پیدا کرده، خودش زعفرون داری آقا برات جور میکنه. ببین آخه یه نکته‌ای هم من بگم، خیلی وقتا هست آدم جاشو تو این چرخه خوب نمیفهمه.
من یه آدمی که 15 سال رفته اسپانیا زندگی کرده، شاید با کلی آدم تو اونجا سمپات ارتباط مفید خانوادگی داره رو تو اون چرخی آخر خیلی مثبت‌تر میدونم شاید تا یه نفری که تو ایران به قول تو چه میدونم 100 تن زعفرون حتی میتونه جور کنه، چون اون اثرگذاره برای روند خرید و سختی‌ها رو قبول کردن. یا یه کسی که فرایند انتقال رو بلده، میگه من تو اسپانیا کاری نیستم ولی بلدم اینو برات توی ثانیه کم با تضمین و ریسک کمتر به خاطر ارتباطات حمله بین‌المللی برسونم به اونجا. ببین من فکر میکنم اسپانیا 2 تا چیزو داره که ما شاید نتونستیم داشته باشیم حتی تو دوره‌ای که ما تحریم هم نبودیم. اون دوره اوضاع شرایط خوبی. من حتی استادی کردم ببین سال 74 75 76 تا 82 ما سویفتمون برقرار بود، مکاتباتمون رو می‌کردیم، بازرگانی و صادرات ترویج هم میشد. شاید حجم اقتصادمون کوچیک بود یا دنبال این چیزا نبودیم، یه ذره برای چیزا دلخوش‌تر بود. اسپانیا یاد گرفت که درست پروموت کنه کالا رو، براش شخصیت ایجاد کنه. یاد گرفت که با صنایع غذایی و بهداشتی کشورها هماهنگ بشه و تونستش که کاراکتر خودش رو بیشتر از اون آدمه تو آخر خط معرفی کنه. نمونهش اینه الان پشت دوربین ارشیا صالحیان عزیز داره زحمت میکشه، داره صدا رو ارنج میکنه، اما شاید یکی بگه کمال خیلی تو این قضیه من باش حال میکنم، یا بگی بریم پادکست کمال و حمید رو گوش کنیم. اونجا داره نگاه میکنه من جنسه رو با چه احترامی از کی دارم تحویل میگیرم تو آلمان، توی زوریخ، توی فلان جا. این یه نکته بود اون دوره. دومین بحث این بودش که اسپانیا که الان رسید به تولید، زنجیره توزیع و تولید رو تونست یک پارچگی ایجاد کنه. ما تو ایران هیچ وقت زنجیره بلد نیست، همیشه جزیره هایی هستیم به هم وصل میشیم. ببین باغداره میره میوه رو درست میکنه، دلاله میگیره میده به گنده پخشه، میبره تره‌بار، اون میده بالا شهر تهران، میوه 20 برابر میشه. این زنجیره کجاست؟ خب پس برندسازی زنجیره، عدم سورتینگی و تشخص بخشی قدیم که ما مشکل انتقال ارز نداشتیم، قدیم که شاید بحث حملمون انقدر ایریسیل ما کشتیرانی کلی ورودی درآمد داشت. این یه عارضه است که من فکر میکنم، ولی چون امروز اجازه نده فکر کنم و بقیه خستشن، المان‌های آماری بازارمون رو به نظرم اگه اجازه بدید و همچنین نوع مبادی صدور رو و اینکه من میخوام به اروپا صادر کنم دیگه، روش‌ها و کاست و بنفیتش رو که ما این 5% رو آقا من میخوام 1% بازار صادراتی، خیلی حرف گنده یا بیام تو زعفران روش کار کنم 400,000 یورو، ببینم که چطوری خواهد شد. آقا بریم تو جنبندی. ما میخوایم دعوا کنیم همینجا، شما توضیحات قشنگ میدی نمیذاری. ما بذار برگردیم به ایده‌ات. شما نکته‌ای نداشتی راجع به صحبتاش؟ چرا خیلی هرس خوردم. یه ذره از هرسامو بذارید اگه خالی روز بکنم. همین پیر کرد ما رو. آره ببین یعنی قرار بود ایده باشه ولی ایده کسب و کار نبود، از همون ایده های گذر ذهنی بود و قرارمون بر این شد که تبدیل به ایده کسب و کار بشه. یه مقدار از دلیلاشو بگیم که مخاطبینمون بدونن که همینجا الکی نمیگیم که این فقط یه گذر ذهنی بود. نه با این اتفاق زیاد مواجه میشیم تو ایده پزی. به هر حال ما اومدیم مطرح کردیم ایده چیه، ایده کسب و کار چیه، تفاوتش چیه. قطعا تو ایده هایی که حالا ما 3-4 تا اپیزود اول بررسی ایده هامون رو با ایده های شما شروع کردیم که سالها روش فکر کرده بود. طبیعتا یه چارچوب و ساختاری داشت، تونستیم به مرحله‌ای برسونیم که معیارها رو روش پیاده بکنیم، امتیاز بدیم، بگیم مثلا میشه بعد نقش گنجه رو براش در آورد یا نه. اول خوبیو بگم، این که پیش بینی شده حداقل تا 2030 ترندی که در آوردن به صورت بین‌المللی، میزان مصرف زعفران در دنیا سالی 7% میره بالا. پس بازار رو به گسترش. اگر نکته بیزینس پلانی بود اینا. آره دیگه، به هر حال یعنی من اول همیشه نگاه می‌کنم ببینم ترند مثبته، نیازه رو به افوله یا رو به صعوده. این نیاز رو به صعوده. 7% تا حداقل تا 2030 رو محاسبه کردم، سالی 7% نیاز جهانی به زعفران زیاد میشه. ولی توی دنیا به چی میگن زعفران؟ ما تو ایران به چی میگیم زعفران؟ ما به همون بسته‌بندی پلاستیکی که مثلا میریم مشهد فلان میخریم، اینا خیلی خوشحال میشیم میزنیم، بسته‌بندی های لاکچری هم داریم، میگیم زعفران. ولی توی دنیا به زعفرانی میگن زعفران که ایزوی 36-32 ورژن 2 رو داشته باشد.
چرا؟ چون توی اون ورژن ایزو اومده گرید بندی کرده زعفرانو. مثلا زعفران ایران در 4 گرید: سوپر نگین، نگین، سرگل و پوشال دسته‌بندی شده. دسته‌بندی‌ها بر اساس تمام قرمز بودن و بر اساس طول کلاله تعیین میشه و بر اساس اینکه آزمایش‌های معتبر مورد تایید سازمان ISO که ما میگیم ایزو باید تایید بکنه که این زعفرون خالصه، ناخالصی نداره، رنگش اضافه نشده، همه اینا. خب پس یه داستان، من الان میدونم که تو گرفتن استانداردهای مختلف تو ایران مشکل داریم، این خودش یاره. تموم شد. پس شما زعفرون رو میبری، اونی که ازت داره میخره باید ریسک اینو بکنه که تو پیس قلابی بهش انداخته باشی شاید. پس یکی از دلایل عدم توسعه این بازار به شکلی که برای ما آورده بیشتر داشته باشه خود این استاندارد است. چون برای اروپا هم اگه بخوایم بفرستیم بعد استاندارد CE داشته باشه. دقیقاً. شما به اروپا بخوای بفرستی در کنار این ایزوه که کیفیت و گرید رو مطرح کرده باید یه CE غذایی هم داشته باشی که اصلا بتونی وارد اروپا بکنیش. در مورد آمریکا باید FDA داشته باشی. یه داستان دیگه هم هست. پس چون اینجوری نیست ما نمیتونیم این استانداردها رو بگیریم، فله‌ای میفروشیم، ارزونتر میفروشیم، اونا حالشون برن با استاندارد. غیر از این که قیمت اگر مثلا دارم میگم $10,000 باشه پر کیلو، میان همین که میفهمن از ایرانه سوپر نگین هم بخوای بفروشی 4,000 تا میذارن کف دستت، میگن بفرم برو، چون تو نمیتونی ثابت کنیش. یه چیزی من الان به ذهنم رسید، بگو، برای اینکه ایده شما تکمیل‌تر بشه. به جای اینکه ما بیایم انقدر خام فکر کنیم به اینکه زعفران رو صادر کنیم، بیایم ببینیم که کجا یه چالشی میتونیم حل کنیم، یه گیری رو میتونیم از این زنجیره تامین برداریم که آورده ما، ارزش افزوده ما روی این محصولی که عمدتاً ما داریم برای دنیا تولید میکنیم بیشتر بشود که آیدی ما بیشتر بشه. میشه این کارو کرد. واقعیت همینه که من فکر میکنم اینجوری باشه که به هر کسی هم اجازه بازی نمیدن، کسایی که دارن کار زعفرون میکنن. آره دیگه، الان 80% زعفران ایران داره صادر میشه به شکل فله در واقع. یعنی این نیستش که این بازار بازیگر نداشته باشه، همین الان بازیگر داره، ولی میبرن عین نفتمون که میایم 30% 40% پایین تر میفروشیم، بعد افتخار میکنیم که نفت فروختیم. اینجا هم زعفرون اسمن 80% داره فروش میره، داره صادر میشه 80% زعفرون ایران، ولی به یه قیمتی که واقعا غیر منصفانه است و هم تاجرها میدونن، هم اونایی که دارن میخرن میبرن این ایزو رو واسش میگیرن و دوباره این رو میفروشن اینو میدونن. اگر این آرزه که یه آرزه خیلی بزرگه، یه استاندارد توی خود ایران، ما استاندارد 259.1 و 259.2 رو تو استاندارد ملی ایران واسه زعفرون داریم که اگه کسی بخواد توزیع کننده بزرگ زعفرون باشه باید ببره آزمایشگاه، کارشو انجام بده، اثبات بکنه به سازمان استاندارد، بعد این ایزو رو گرفت اجازه بدن مثلا تو ایران به صورت گسترده پخش داشته باشه. نه اونایی که مثلا میگه آقا ما یه زمینی داریم اینو واسط آوردم، نه، اونی که میخواد کارش زعفرون باشه. خیلی هم رو دور میزن. بسته‌بندی هایی داریم تو مغازه‌ها میبینیم که اصلا ایزویی داره، نه مرسی به سلامتی داره، ولی تو صادرات و اینا که نمیشه این کارو کرد. مثلا ایزوی 22,000 واسه بسته‌بندی بهداشتی مواد غذاییه. شما باید اون ایزو رو گواهینامه‌اش رو دریافت بکنی که آقا بسته‌بندی شما بهداشتیه. خب این ایزو رو هم نمیتونیم با خب پس به جز استانداردها حالا چند تا دیگه هست نام ببر برامون. غیر از استانداردها، تعهد عهدت ارزی یکی از مشکلات خیلی بزرگه که شما اینو ما کلا تو مقوله صادرات داریم اصلا تو ایران. آره دیگه. خب دیگه من طرحهایی دارم که طرف ایده داده من فلان چیزو میفرستم مثلا گرجستان، به جاش میخواسته طلا وارد کنه، اومده که این دوچاره تعهد ارزی نشه، بعد یه بخشنامه زدن که آقا در ازای ارزی که تامین کردی از صادرات نمیتونی طلا وارد کنی. تمامش بدبخت شده. بدبخت اصلا بی خیالش شد. بعد از اون طرف بحث این میشه که زعفرون با وزن کم و حجم زیاد باید جابجا بشه. این یکی از معضلاتیه که توی ترانسپورت شما درگیرش میشی. غیر از اون صحبت کردیم، بحث بیمه بار از ایرانه.
همه چی هست، زعفرون هم جزوش. شما باید مشکل این که ایران رو خیلی از شرکت‌های بیمه بزرگ محصولاتش رو بیمه نمی‌کنند رو به نوعی بتونی حل کنی. جا می‌کنن دیگه، یعنی بار بیمه رو میندازن رو دوش خریدار و بعدم تخمین ریسک. یعنی شما باید ببینید چقدر آیا این بیمه امکان خطرپذیری توی بحث هست که این اتفاق براش بیفته. چون الان خیلی کالای ما داره صادر میشه با همین کیفیت و وضعیت و شرایطی که هست. خب الان من یه چیزی بپرسم، ببین الان این هچلفت به قول شما گذار ذهنی و توهم پولداری بدون ارزیابی سطحی، ولی با کل این اوصاف بهتر نیست که الان بیایم همین موضوعی که من گفتم و بریم روی خود ایده دیگه که من میخوام چیکار کنم دیگه، که یه ذره ذهن منم شفافتر شه که کجا. ببین یه چیزی رو مطرح کرده که ما یه مقدار روالمون تو این اپیزود به هم ریخت. البته که بگم ما توی اپیزودهای آینده به خصوص تو فصل‌های بعدی اگر ان شاءالله بتونیم برسیم بهش، چون قراره که ایده دیگه از مبادی خارج از ایده پزی بهمون برسه، از آدما بهمون برسه و از جای مختلف، قطعاً با این چالش مواجه میشیم دیگه. تو ایده پزی قراره که اصلا یه چیزی بیاد که ما بگیم که اصلا ایده نبود، که اصلا به مرحله امتیازدهی هم نرسیم که معیارا رو بخوایم براش بررسی بکنیم. طبیعتا این اتفاق خواهد افتاد توی ایده پزی. حالا با زعفرون شما شروع شد و اینم بگم که از دید شخص ثالث مطرحش کردی دیگه، واقعا ایده خودت نبود. نه آره، ولی خب یه عمومیت و جامعیتی داشت بین آدم. مثلا الان سوال اینه، ایده تو آیا ایده فروش فله بوده یا میخوای به صورت خرده فروشی در خارج از ایران بفروشیش؟ نه، چیزی که من تو ذهنم هست همین چیزایی که دولت و مدیا به من تحویل دادن. یعنی من کاملا خودم رو در قامت یک آدمی که عام با این رویاها میره اومدم که آقا چرا ما این ضعفو داریم که خوشگل بسته‌بندی نمی‌کنیم. منم یه دسته‌بندی طلایی می‌کنم، دونه ها رو خوشگل هم قطع می‌کنم، میچینم و اینجور کارا، بعد مستقیم میدم به مثلا اسپانیا یا آلمان. بعد با حرفای شما خودم الان خب ذهنم مشغول میشه دیگه، بعدا میگم که خب این همه زعفرون داری فله داره میره، منم میگیرم، سهم بازاری هم وجود داره، اینجام ارزونه، قطعا اونجا فروشه، میام میرسم به این ریسکای سیستمی، به این تبدیل میفته ذهنم، میگم که خب من چه فرقی میکنم با اون اسپانیایی. یاد این میافتم ما تجربه تو چای داشتیم که خودمون تو ایران تو خارج چای بسته‌بندی می‌کردیم، حالا اسمم نمیبرم، و به اسم چای خارجی میدادیم که مبدأش بشه مثلا یک کشور دیگه. و میگم اون آدم تو اسپانیا درسته 2 تا مجوز گرفته، یه کارخونه داره و اسم و رسم، من چرا از توی اسپانیا ندم و خودم، چرا اسپانیایی از این بسته‌بندی به تولید رسید، چرا من تولید کننده نرم توی اون اسپانیا این رو شاید بدم. ولی دلیل ناقص بودن بحث و غیره اینه که نه میزان وجهمو میدونم، نه نقطه شروعمو میدونم. چون ببین توی مثلا اپیزود تولیدی که داشتیم ما اومدیم گفتیم برای اینقدر تولید با این ظرفیت اسمی اینجایی، من نمیدونم که باید چقدر بفرستم، نمیدونم به کی باید بفرستم، کجا بگیرم. آفرین، این ظرفیت هاست که تو ذهن بقیه هم استارت میخوره، نمیدونن حتی هزینه فایده ضررمو کجا بدم. فارغ از موانع و چالش های صادرات زعفران، این که من اصلا چقدر باید بگیرم، چقدر باید صادر کنم، با چه قیمتی بخرم، با چه قیمتی بفروشم که حاشیه سود مطلوب داشته باشه. ببین یه جا شما میگی من یه بازی تمرینی دارم یا مسابقه تدارکاتی دارم، الان سوال اینه مسابقه تدارکاتی کم هزینه با بیشترین دستاوردهای تیم ما باید بره با تیم بوتسوانا، اونم با تیم دومش مسابقه بده، به دردش میخوره، یا اینکه باید توی کوران رقابت‌ها بره با یه تیم خوب با تیم اصلیش رقابت کنه. من الان حتی اگه بخوام تست بزنم این ایده رو که استادیم کامل شه، بیام اونو اسکیلش رو آب کنم توی یک حجم بزرگتر استارت بزنم، این رو نمیدونم، ولی میخوای ساختار ذهنی خودمو بگم بعد شما روش نقد وارد کنید. من ذهنیتم اینه، میگم که اول برم ببینم کیا کجا میفروشن، بعد که دیدم کیا کجا فروختن، اون حد اعلای اعلا نه یه درجه مثلا معمولی تر به قول همگین رو که دارن شرایط نگهداری و ماناییش رو چون میدونم زیادم میمونه، از اینا پیش خریدش رو قولش رو بگیرم که بدونم محصول دارم ولی پول پرداخت نکنم، مثل همون پرفورمایی که برای 2 ماه 3 ماه میگم آقا این پلومن محفوظ، بعد شروع کنم بازارهای و افرادی که خریدار هستن که عمده میخرن یا خرد میخرن توی کشورهای اروپایی به صورت اخص یا اسپانیا یا کشور مقصدشون، با اونا شروع کنم مکاتبه کنم برای اینکه ببینم کدوم شرایط برای اونا نرمال میشه. شاید اونا بگن برای ما فایده نداره مستقیم از ایران انقدر بگیریم، از اسپانیا خوردمون رو میگیریم چون یه ذره فاصله است تا آلمان تا سوئیس تا ایتالیا تا اروپا انقدر دیگه کلا.
بعد از اینکه این رو باشون مکاتبه کردم و بازار دستم اومد که میتونه این صادر بشه یا نه، یه کارت بازرگانی بگیرم، با یه شرکت حمل هماهنگ کنم، توی فاصله حمله برم با اونا صحبت مقدماتی کنم برای توضیح و بحثاش تو پارت کوچیکم. اگه دیدم اوکی هم برم پارتای بزرگ. داستان اینه که این میشه فرآیند اجرایی کاره. یا ما تو ایده پزی با چی کار داریم؟ ما تو ایده پزی با حدود و ثغور تعریف شده محصول و مشتری کار داریم. یعنی اومدیم گفتیم آقا کسب و کار چیست؟ مقدمتاً محصول مشخص با چارچوب‌ها دقیق، به چه کسی میخواهی بفروشی مشخص. این میشه دوتا چیز اصلی و اولیه‌ای که مبتنی بر نیازی که تشخیص دادی تعریفش میکنی. تازه ما بتونیم بگیم که آیا میشود این به یک مدل کسب و کار تبدیل بشه یا نشه. 10 مایل قبل پس از بهتر اینه که آره به من بگی که من میخوام زعفرون رو به این شکل با این فرایند به این مشتری تو این کشور برسونم که قابل استادی بشه برات. دستتو نمیتونی باز بذاری الان اروپا کدوم کشور؟ هر کشوری بالاخره شرایط خاص خودشو داره، تعریفای خودشو داره. حالا میخوای عمیق استفاده کنی آره تو اجرا میخوای بری برای اینکه فرصت علی بگیم ترکی رد چیم، ما ترکیم، برای اینکه فرصت رو تحلیل کنی اتفاقا دیتا هست. مثلا از روی سایت تجارت بین‌الملل، سایت ازی مجموعه ITC International Trade Center ترید مپو داره، مک مپو داره. از اینها میتونی بری اطلاعات واردات و صادرات بین کشورها رو و تعرفه هاشون رو و حجمشون رو، مثلا از ایران فلان محصول با فلان کد تعرفه به کدوم کشورها تو دنیا با چه حجمی وارد شده، تو سالهای گذشته چه روندی داشته. این اطلاعات رو به ما میدن، کد تعرفه ها رو میدن. میخوام همه‌شو بکنم تو کار زعفر، کمکم. آره بگم من آدم 2 میلیارد تومان پول دارم، میخوام با این استارت بزنم، از خودشم خرج خودش کنم، برم تو کار زعفرون. ای کاش مشخص کنه که مثلا میخواد به صورت باز فله ببره. نه بسته‌بندی اعلا میخوام 2 میلیارد. بسته‌بندی تو ایران بکنم. خب اگه ازت نمیخره. اسپانیا بسته‌بندی میکنه. توی ایران اگر بسته‌بندی بکنی هم نمیتونی نه ایزوی مربوط به بسته‌بندی رو بگیری نه ایزوی مربوط به کیفیت رو بگیری. آقا میگیرم میبرم اونجا میدم یه کارگاه بسته‌بندی میکنه. ببینیم شرکتی که اونجا میخوای ثبت بکنی چقدر مالیات ازت میگیره. ثبت نمیکنم، یه شرکتی که اونجا فعاله میگم شریکی. باید ببینیم میتونی با شراکت بکنی و شرایط شراکتت با یه شرکت اسپانیایی چیه و اصلا حاضره با تو بیاد شراکت بکنه یا بهت میگه فقط مواد اولیه رو بده که در اون صورت دوباره میشی آقا من کجا شروع کنم؟ من از شرکتی شروع کنم یا خریده؟ خب آقا اینا رو چرا اصلا توی علی بابا نمیفروشی؟ نه صبر کن، یه سوال ریشه‌ای تر. اول مشخص کن اون حدود ثغور فعالیتت رو، بعد روی اون ما میتونیم بگیم که چیکار کنی. پس به نظرم روی این ایده ذره کار کن، دقیقاً مشخص کن می‌خوایم چیکار کنیم. آقا یه نتیجه‌گیری اخلاق. من ماقبل تاریخ در ماقبل ایده بحثی گفتم رفرنس میدیم به قسمت اول ایده پزی که بچه‌ها در مورد ایده صحبت کردن و اینجا می‌خوایم یه فیلر ببینیم برای فصل 2 و فصل‌های دیگه، یعنی یه شکست نسبی رو که اگر شما خواستید ایده رو بدید روش ذهنیت پیدا کنید. چون بدونید کسی که چه میخواد سرمایه گذاری کنه، چه شریک شه، چه حتی به شما مشاوره بده، اگه بخواد فقط خواسته ذهنی شما رو تقویت کنه، همون کانفرمیشن بایاسی که به معنای سوگیری تاییدی هست رو به شما خواهد داد. ما قسمت بعدی که کمال داره میگه و حمید میگه با دیتا بیایم ببینیم تو این زعفرونه با داشته هایی که داریم و با مطالعه بازاری که داریم و اطلاعاتی که هست بهترین و فیت تو مارکت ترین حالت، حالا نمیتونیم بگیم بهترین از دید ما چه خواهد بود. چیزی که ما بتونیم اون معیار روش پیاده کنیم دیگه، یعنی نریم دوباره روزه رضوان بخونیم فراینده مبهم چالش‌ها رو ندیدیم و یه مینیمم پول واسه راه اندازی اون کسب و کار حداقل باید بتونیم در بیاریم. مثلا تو الان میگی 2 میلیارد، نمیتونیم مثلا بگیم خب 2 میلیارد داره پس بریم یه کاسبی واسش ایجاد کنیم، نمیشه. ما در واقع اینطوریه که نگاه میکنیم، بررسی میکنیم جلسه آینده، میگیم این فراینده اینقدر خرج داره واسه اینکه راه اندازی بشه، آیا توانایی مالی این فرایند رو داری یا نه. پس یه مقدار ایده رو پخته تر ایشالله میاری، یعنی در واقع ایده کسب و کار میاری. ما هم اینجا سعی میکنیم با هم دیگه ستایی، در واقع تو خودت اصلا درس خونده صادرات وارداتی و حقوق تجارت خوندی، تجارت بین الملل، با هم دیگه این رو سعی میکنیم طوری بپزیم که به اعداد و ارقام و اگه بتونیم به به اون قسمت امتیازدهی برسیم. شاید تهش بگیم که نشدنی نیست ولی بتونیم آنالیزش بکنیم. پس میفهمیم همچین چیزایی اصلا این ذهنیت ها دوستان
یک سری بادهای گذراست، شاید نتیجه بده، ولی رو شاید نمیشه یه ابتکار علمی عملیاتی در بعد ارزشیابی، آرزویابی، اقتصاد و حقوق داشت و یک ساختار مداوم درست کرد مثل بلیت بخت آزماییه. و بلیت بخت آزمایی فقط رویاهای ما رو خوراک میده، نه آتیه قابل ارزش گذاری. به نظرم چالش خوبی بود این اپیزود و صحبت‌های جذابی بود، شفاف سازی خوبی بود حداقل. بریم اپیزود بعدم به نظرم راجع به همین صحبت کنیم، یه ایده قابل ارزیابی بیاریم واقعا تو این صنعت و اون رو صحبت بکنیم ببینیم میشه کاری کرد براش یا نه. جنبندی دیگه. من از همه کسایی که فعال تو این حوزه هستن تقاضا میکنم یا کامنت بذارن یا ایمیل بدن یا دایرکت بدن، ما رو آگاه‌تر کنن تا ما بتونیم مخاطبای خوبمون رو آگاه کنیم و اگه مشاوری از ما میخوان، چه اشخاصی که کار تولید ظرف رو میکنن، چه اشخاصی که کار سورت و بسته‌بندی یا صادرات رو دارن، بتونیم در حد واسمون ما بیشتر یاد بگیریم و اگه ما چیزی میتونیم اضافه کنیم به این فرآیند چرخه اضافه کنیم که به هممون چیز اضافه بشه. این اولین خواستم پس از ایمیل و کامنت و نوشتن برای ما و هر نوع ارتباط گیری ما رو محروم نکنید. نکته بعدی تشکر میکنم از ارشیای صالحیان عزیز، مسئول فیلمبرداری، ضبط، تدوین و کلیه امور رسانه‌ایمون، خانم بوالحسنی، ادمین رسانه‌های اجتماعی و سایر مواردمون که کمک کردن به ما، استودیو لاوینو، و امیدوارم که ما بتونیم با قدرت با کمک شما ادامه بدیم. ما رو سابسکرایب بکنید، همچنان توی یوتیوب برای ما پیام بذارید، این دلگرم کننده است و توی این الگوریتم کمک میکنه که بیشتر دیده بشیم و حمایت بشیم. و مثل همیشه برای دوستانی که پادکست رو گوش میدن نظراتتون رو برای ما بنویسید، از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در میون باشید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و حامی باش و اینها هم که همیشه تو میگید. آره دیگه، ما رو حمایت بکنید، باعث میشه که ما با دلگرمی بهتری بریم جلو. این حمایت دونیت، حمایت به ما نیست، حمایت به محصول، حمایت به تفکر و خودتونه که یک چیز رو دوست داشتید و پروموتش کردید. مرسی. حمید خان، نکته آخر؟ امیدوارم که یواش یواش سیاست از اقتصاد یه نمه جدا شه، بذاره این اقتصاد رنجور یک نفسی بکشه. میگن فقر به کفر منجر میشه و اینها رو خیلی کار ندارم، ولی واقعا موقعیت‌های بسیار زیاد بازرگانی در ایران خفته مونده فقط به خاطر یه سری موانعی که میتونست نباشه. دمتون گرم، ممنونم که ما رو میشنوید میبینید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. ایده پذیر رو جایی بدونید که قراره به شما کمک بکنه و قراره که کلی ایده خوب و خفن توش مطرح بشه، سوادمون راجع به کسب و کار بیشتر بشه و بتونیم با هم دیگه پول در بیاریم. به امید خدا، چرا که نه. همه جیب پرپول. خدا نگهدار. راحت دلشون. خداحافظ. خدا نگهدار.